سلام. این سرور فقط تمرینی برای دیولوپری و کار با VPS هست. خب و این سرور متاسفانه کسی نمیتونه واردش شه، ولی اگه شما سرور اترنوس داری پیشنهاد میکنم که ویدیوهای منو ببینید، چون من آموزش کار با پلاگینا رو قرار بهتون یاد بدم که خیلی به درد میخوره. حالا میریم سراغ ویدیو. ببینید، ما اول باید فایل نصبی سرور لوکال هاست رو نصب کنیم. فایل نصبی دو نوع داریم، اسپیگات، پیپر. فایل نصبی دیگه هم داریم که حالا فعلا وارد جزئیات نمیشیم. داخل گوگل سرچ کنید پیپر MC، وارد اولین سایت میشید و اینجا دانلود رو میزنید. حالا یکی میخواید چه پلتفرمی دانلود کنید، ما پیپر دانلود میکنیم. اینجا خودش نسخه 1.21.4 رو گذاشته که ما 1.21.4 مثلا نمیخوایم. اینجا رو کلیک میکنیم و اینجا نسخه‌مون رو انتخاب میکنیم. من 1.20 میخوام الان و اینو اینجا دانلود میکنیم. حالا چون من از قبل دانلود کردم کاری نداریم. اینجا یه دونه پوشه میسازید به اسم هر اسمی که میخواید. من اسمش گذاشتم یوتیوب. حالا فایل نصبیتون رو اینجا بذارید. حالا اینجا یه دونه نیو بسازید و تکست. خب کار نداریم. و حالا اینجا تکست که میخواید بسازید حواستون باشه که این تیک روشن باشه که فرمتاشون رو نشون بده. فایل تکست رو باز میکنیم. اینجا من خودم یه فایل تکست دارم که اینجا بازش میکنم. اینه جاوا منهای XMX 1000 مگابایت که کارش نداریم. کپی میکنم اینجا پیست میکنم. خب حالا اینجا میگه که مقدار مموریتون رو انتخاب کنید. مثلا من الان اینجا 1000 مگابایت زدم یعنی 1 گیگ. خب اینجا سرور جار که کارش نداریم. حالا سیو رو میزنیم اینجا. خب فایل دانلودیمون رو حتما باید اسمشو به سرور تغییر بدیم. اگه مثلا ما اسمشو به جای سرور گذاشتیم پیپر، باید اینجا هم پیپر باشه. خب فعلا حالا اینجا اسم فایلتون رو عوض میکنید، مینویسید ران. حالا فرمت فایل رو باید تغییر بدید. باید بذارید BAT. میگه آیا اینجا مطمئنید از تغییر فرمتی که میزنید؟ yes. خب این از این که درست شد فایل نصبی. حالا باز میکنید. اینجا باید صبر کنید تا فایل دانلود شه. اینجا ببینید نوشته دانلودینگ موجانگ 1.20. بعد از نصب شدن سرور شما باید با قوانین ایولا موافقت کنید که فایل ایولا رو باز کنید و اینجا نوشته که این پایین آخر ایولا فالس پاک کنید و به جای فالس ترو بنویسید و سیو کنید فایلو. حالا که سیو کردید یه بار دیگه فایل ران رو باز کنید و صبر کنید تا دوباره دانلود شه. خب آقا این از سرور ما که ران شد. سرور دانلود شد. فعلا خاموش میکنید با دستور استاپ. سرور خاموش میشه. البته اگه میبستیدم خاموش میشد خودکار، ولی خب همینطوری گفتم یاد بگیرید. حالا میبندیم. اینجا ببینید اول از همه که پلیرها نمیتونن وارد سرور شن، پس باید بزنید سرور پراپرتیز و اینجا یه دونه آنلاین مود داره، باید پیداش کنید. آنلاین مود ترو. این آنلاین مود چه کار میکنه؟ میگه که آقا کسایی که اکانت ماینکرافت خریدن فقط وارد شن. پس ما اکانت ماینکرافت نداریم قاعدتا، ما از تی لانچر استفاده میکنیم و از لانچر کرک. حالا کنترل اس رو میزنم و سیو میکنم. من با یه برنامه نوتپد پلاس نوتپد پرو پلاس دارم استفاده میکنم که اگه میخواید دیولپر کنید حتما اینو نصب کنید. با خود ویندوز کار نکنید چون کارش سخته. با کنترل اس ذخیره میشه. حالا آنلاین مود الان اگه سرور رو من اینو باز کنم میتونم وارد سرور شم. اون موقع نمیتونستم وارد سرور شم. حالا یه بار دیگه ران میکنم بعدن. حالا اینا رو یادتون بدم. اینجا میاد خب باکت
اینجا هر کدوم از این فایل ها رو که تغییر بدید یه اتفاقی میفته. مثلا all of end اینجا میگه که end رو میخواید وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. مثلا الان من میخوام خاموش کنم false. خب false. حالا این از end که خاموش شد. حالا دیگه اینجا اسپان لیمیت اینجا میگه که چقدر ماب اسپان شد. مثلا یه عددی میدی این مابا اسپان میشن 70 باشه مثلا به صورت عادیه، یعنی نمیخواد دست بزنم. مثلا اگه بذارید 700 خیلی ماب اسپان میشن. حالا تغییر نمیخواد بدید، فقط همینطوری دارم یادتون میدم. فعلا هم اینجا چیزی پیدا نمی کنم که یادتون بدم. بعدن توی تلگرام یه فایل میذارم واسه تون، این فایل رو حتما بررسی کنید. توی این فایل همش که نه، کاربردهای خیلی از اینا رو بهتون یاد دادم که بعداً بررسی کنید. حالا اینجا ما end رو خاموش کردیم. حالا اینجا فعلا بذار ببینم دیگه server properties. اینجا میگه که یه سری از چیزای مهمش generate structure true، خودش در حالت عادی روشنه. اینجا هم generator setting، مثلا یه سری تنظیمات که میخوای بهش بدی اینجا می نویسید که فعلا کاریش نداریم. حالا اینجا level seeds، اینجا level seeds رو مثلا هر سیدی که میخواید بذارید توی ماینکرافت بدون بعد اینجا بنویسید. ولی اگه میخواید سید بذارید باید وردتون رو یه دور پاک کنید، دوباره سرور ریستارت کنید، سیدتون هم بذارید. اینجا متد اینجا میگه که اسمی که میخواید بذارید چیه. من میزنم پارسا پایلوت. خب حالا اینم پی وی پی که تروه، همون پی وی پی خودمون. اینم که سرور پورت سرورتون رو تغییر میتونید بدید. سرور آی پی دست نزنید بهش، حقیقتا دست نزنید. اینجا وایت لیسته که مثلا اگه میخواید روشن باشه یا خاموش. فعلا بیشتر سرور رو یادتون دادم و الان میخوایم بریم تست کنیم. خب سرورمون ران شد و الان میایم توی ماینکرافت. یه آی پی واسش باید بذارید. آی پی شو بذارید لوکال هاست، آی پی نمیخواد بزنید و جوین رو میزنید و وارد سرور میشید. و بله این هم از سرور ما که ساخته شد. حالا ما نمیتونیم اینجا گیم مود تغییر بدیم، یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم سروایوال بازی کنیم. بعد اینجا بزنید اوپی، اسم فردی که میخواید اوپی شه، پارسا پایلوت. خب پارسا پایلوت اپراتور شد. الان اینجا من میتونم بزنم اسلش گیم مود کریتیو و همین دیگه. خلاصه همین. روز خوبی داشته باشید.